سلام برابر، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید و جذاب و خفن دیگه. تو این ویدیو قراره با هم دیگه بریم لوکاس الکترونو بزنیم. خب بریم واسه بررسیش. اسود نایف آبی داره که خیلی خفنه. بچه تا آخر ویدیو باشید، حتما بهتون اتچمنت میدم. بعد یه سری حرفا دارم که باهاتون میخوام بزنم. اسود نایف آبیه که خیلی خفنه. این JKS طرح آبی برقی داره که متحرکه. طرحش واقعا خوشگله، خیلی خوشگله، اما گان زیاد خوبی نیست که از اینا. من از این یه مدت ور می‌داشتم چون نمیدونم، حالا ای ور می‌داشتم من این از اینا یه مدت که اصلا نمیشه باش خوب پلی داد، ولی شاید بعضی پلی میدن. خیلی سخته. بیان یه نایف زده، یه تیرم داره گلن. یه دونه کارلین کارت داره که خیلی خفنه، واقعا خفنه. نمره که باید استفاده بشه، خیلی خفنه. دنسشو ببینیم، یه تیر کمون در میاره و میزنه و میره. یه سری باگ هم میخوایم تست کنیم، شاید زودتر داد. خب یه بار دیگه ببینم. خیلی خفنه، خدایی خیلی خفنه. اینم ماشینش کجایی؟ ماشین طرح خیلی آبی و چه میدونم متحرکه، خیلی چتر نجاتش هم که معمولیه. لیون پایینشو میبینید یه ذره انگار جرقه الکتریکی داره میزنه. اسود نایف یه بار دیگه ببینید. خب بچه اسکینشه که اسم اسکینش اسلیور هست که اسکین حقی خدایی، اما به آرتری و ویوان هریس و اینا نمیرسه. یه دونم که دیگه اصل کار لوکاس الکترون دیگه، خدای اسنایپای کالاف، بهترین اسنایپ حال حاضر. خیلی خوبه، خیلی عالیه. شما طراحی نگاه کنید، اصلا ایمش اصلا انگار لوکاس نیست. بچه همونطور که میدونید لوکاس استفاده کرده دیگه. لوکاس معمولش اصلا خوب نیست، میدونید، یا باید نسخه اپیک باشه یا لجندش، که لجندش هم این از همه لوکاسو بهتر. لوکاس گاندام هم من تو اون یکی اکانتم داشتم. لوکاس گاندام هم به لوکاس گاندام هم نمیرسیم، بهترینشونه که با 15% تخفیف اومده که جمعاً 3800 تا سیم میخواد. اولیش کارلین کارت زد، خوبه. یه سری از این باگا تست کنیم. بزن اسود نایف تو دومی گرفتیم، خیلی حق. ولی من با اسود نایف بازی نمیتونم بکنم، حالا خیلی حق خرد چش بده. نمیتونه آدم موومنت بزنه یه جوری ها. مثلا آدم رو یه دونه صدای بالا انداختنش آدم رو لو میده کجاست. همین دیگه. یه باگ دیگه رو دنس میذاره میمونه. بزن گانو بده نامازم. خب بچه اینو دار که واقعا نمیخورم. این نایف میذارم کنار گانم، نایف بذارم بهتره. بچه بریم اینجا چیزو بذاریم، یه ذره باگ بزنیم رو دنس. حالا شاید ترداد. شما هم تست کنید، یکی دو بار بزنید. اگر بیشتر از 2 بار زدید اسکین یا چیز خوبی نداد دیگه برید بیرون، دیگه واقعا نزنید اگه نمیخواید فول کنید. اگه بهتونم اسود نایفو داد دیگه برید بیرون، دیگه چیز مهمی نیست این تو اسود نایفو. اگه 80-90 تا سیپی دارید یا سیپی دوبله اومده که 180 تا دارید، یه دونه اونو بزنید برید بیرون. به دنسش گرفتیم. دنسش هم وردارم میذارم جای اون دنس رنگ که چیه. و چون باید تست کرده بودید میتونستیم گانا گنده کنیم با دنس رنگ، با دنس چیز توی بخش رنکینگ رایگان میداد. یه دونم گردونه بزنیم. ماشین رو نمیخوام بشه دارم میخوام لوکاس رو میخوام. لوکاس الان اگه بعدی لوکاس رو بده 2 تا بتل پس میدم. 2 تا بتل پس میدم. 2 تا بتل پس. ماشین گرفتم. رنگ ماشینش هم یکم خیلی خوبه.
یه شما خیلی خوبه. خیلی خوبه. بریم بزن قدیمی بزنم. بزن لوکاسو بده. الانم باز یه دونه بهت بزن. به به وضعیت ایران خیلی خوبه اصلا اولی. نمیدی؟ خیلی طولانی نشد JK الانم بده. باز 160 تا CP میده. یه دونه زودتر بده. 160 تا CP میده دیگه. بچه واقعا نداد. خب میذاره از این باگ ماگا ببینیم. شاید داد. بازم 160 تا CP میده. یه 80 به علاوه 80 میده. خب بزن بدیدم بازم. ای ریدم رویشم. اسکینشم بذارم. خیلی تو 6 بزن. ترکیبش 6 من میخوام بذارم. برو 6 بذارم که اونجا لوکاسو گذاشتم. دمت گرم. خب چیز آخری هم که دیگه الان باگ نداره. نده دیگه میریم جلو. اکتیویژن میگیم یا CP ما رو میدی. اونجا اکتیویژن رو به هم میزنیم. خب حاجی ناموسن خیلی خداست. خیلی ترکیب 6 بذار دیگه. خب گذاشتم. بچه ها بریم که داشته باشیم دیگر بزنیم. خب آقای بچه بریم بزنیم. بعد چیزشو بزنیم. این ترکیب چطوری شد. یعنی اتچمنت هم بهتون بدیم. اتچمنت هم بهتون بدیم بچه ها. این اتچمنت نیست. اتچمنت عادیه. این هنوز اتچمنت ندادیم بچه. یه دقیقه وایسید. خب یه مشکل پیش اومده بود. بریم لوکاسو بزنیم. اتچمنتشو بردارید. اون اتچمنت نبود. بگیرید. اتچمنت فوق العاده ایه. حالا بریم تو مچ تمرینی بهتون نشون بدم چقدر خوبه. دمیجش اینا چقدره. و یه ذره در مورد اون چیزی که گفتم توضیح میخوام بدم. اول از همه بریم ببینیم لوکاس الکترون. به ذره آدم رو هر کنیم. خب این شوری برو. خب بیایم اینجا دمیجش اینا رو ببینیم. تو هد 209 تا میده. توی بدن 149 تا 142 تا تو دستا میده. فقط یه چیزش خوبه. تو پا بزنید وانشات نمی کنن. 95 تا دمیج میده تو پا. 95 تا دمیج میده. خب حالا بریم رو انمی روی ارشیم باتاتش کنیم. چطوره؟ خب اینجا هم که عملکرد خوبی داره. خیلی خوبی داره که واقعا بچه‌ها گومتیکا هستن رد تیر دارن. اگه تا لول 4 ببرشون. لوکاس الکترون من حس میکنم همچنین رد تیری داره. اگه شما هم حس میکنید تو کامنت رو بنویسید. خب بچه‌ها در مورد اون چیزی که میخواستم بهتون بگم میخوام یه ذره توضیح بدم. بچه‌ها من میخوام یه دونه اکانت اسنایپری بسازم و جزو بهترین اکانت های اسنایپری ایران حسابش کنیم. با هم ببریمش بالا. پس بچه حمایت فراموش نشه تا چنل ما هم مانیتایز بشه و بتونیم به یه درآمدی برسیم و بهتر اکانت اسنایپری ما رو زودتر بالاتر ببریم. بچه برای اکانت اسنایپری یه دونه لوکاس لازم نیست. پس من سعی میکنم امروز ببینم اگه CP بتونم بزنم امروز ویدیوشو منتشر میکنم و دیلزیلاتو میزنم و عشق و حال و صفاسی دیگه. خب دیگه
بچه‌ها پس چنل ما رو لایک و ساب کنید. و یه نکته ای من بهتون بگم، بچه‌ها لوکاس الکترون زیاد اینقدر که میگفتن چیزی نیست، با اپیکش هم شما میتونید بازی کنید اما به این نمیرسه. ولی با اپیکش هم شما میتونید همین بازی میکنید. از اپیک های خوب ها، دو سه مدل اپیک داریم. لوکاس گاندام این میدونید چطوریه، واسه مخصوص فست اسکوپ زدنه. اون دیگه لوکاس ها و از اون ببخشید بچه و از اون یکی لوکاس ها کوچیک‌تره اگه توجه کنید. از لوکاس های گاندام و دمانیک بود، نمیدونم چی بود، قرمز بود تو بخش فوری. از لوکاس عادی هم کوچیک‌تره که واسه فست اسکوپ و اینا خیلی جوابه. اگه میخواید حدودا کم کنه از فاصله دور میخواید بزنید یا همون خط اینا بگیرید، نظر من نزنید چون ایمش خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه. به جاش میتونید برید یه دونه دیل هایدی هم هست دیگه الان، یا وایسید لوکاس گاندام میاد ایمش هم خیلی بازتره، بزرگتره، میتونید وایسید اون بیاد بزنیدش که خیلی خفن تر و خدا تره. اونو بزنید از نظر من بهتره چون هم ارزشش بیشتر و ارزش بیشتر نیست. اگه از فاصله دور بخواید بزنید ایمش اینه دیلمتیکه. دیلمتیک دیدید ایم مخصوص داره. حالا برید تو گوگل بزنید نگاه کنید لوکاس گاندامو. اگه میخواید کمپ کنید اونو بزنید یا از فاصله دور بزنید، فست اسکوپ نمیخواید بکنید. و اینکه همین دیگه. چنل ما رو هم بچه‌ها ساب کنید حتما. تا یه ویدیوی بعد خدا نگهدار. تا میخوایم بچه‌ها چنل ما رو دنبال کنید، زیلات هم میخوایم بزنیم و گیم پلی خفن تو راهه. خدا نگهدارتون.